طور کاملا مشخص شد و همین ضعفش هم باعث می شد که ما بتونیم کنترلش کنیم. تا زمانی که سوریه در کنترل ما بود افسار رژیم کشیده شده بود و این که ما در سوریه حضور داشتیم داشت امنیت ما رو تضمین میکرد، به جهت اینکه یک نیروی زمینی نزدیک مرز هم مرز با رژیم میتونه بسیار او رو در کنترل کردن او بسیار موفق عمل کنه، چون اون میدونه نقطه ضعفش کجاست و سنوار به ما نشون داد نقطه ضعف رژیم کجاست. سوریه رو که از دست دادیم دیدید که افسارش از دست رفت و فراروی کرد. He's saying when we lost Syria, Syria was gone. And این ماجرا که نیرو زمینی رژیم بسیار آسیب پذیره، they're saying that ground forces are very weak. Israel and U.S. Ground forces are very weak. The only thing they are good at, they are good at in the sky. They're good at bombing from the sky. They're not really good. They're not really good at from in the ground and on the land. پس ماجرای ضعف نیرو زمینی رژیم چیزیه که ما باید پاش واستیم. اتفاقا مزیت نسبی محور مقاومت جنگ زمینی، یعنی اگر ماجرا به اونجا کشیده بشه اتفاقا اونجا جاییه که ما میتونیم بسیار بسیار موفق‌تر عمل کنیم. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با تاریخ نسبت ما با لبنان. من از همین ابتدای تاریخ امروزمون به عقب برگردم. پیش از جمهوری اسلامی ما یه قدرت خیلی قدرتمندی در ایران داشتیم به اسم صفویه. صفویه وقتی قدرتش شکل گرفت یک نسبت سیاسی فکری He's talking about like one of the Iran's Safaviya, and one of the Iran's oldest, not oldest, but one of the old dynasty in Iran. سربداران کی کمکشون کردن؟ باز لبنان و کوههای جبل عامل. شما کتاب لمعه رو احتمالاً تو حوزه علمیه خیلیا خوندن، حتما باید بخونن. شهید اول کتاب لمعه رو برای کی نوشته؟ کتاب لمعه کتاب سیاست حکومت سربدارانه، حاکم سربداران از شهید اول خواسته و او نوشته. تو شرح لمعه شهید ثانی اینو توضیح میده تو مقدمه. حتی پیشتر بریم، عقب‌تر. پیش از اسلام هر وقت ما ایرانی ها میخواستیم با یونانی ها، رومی ها بجنگیم، سور و سیدا هم پیمان ما بودن. یعنی ما این تاریخ رو که نگاه میکنیم، تاریخ مواجهه ما با غرب، تاریخ مواجهه ما با جریان‌های دیگه، یکی از همپیمان‌های جدی ما منطقه جبل عامل بوده. حتی این اسمی که میگیم جبل عامل، این عامل یک قومه، یک قومیه که از یمن مهاجرت کرده در قرن 3 و 4 هجری، مهاجرت کرده به کوههای جبل عامل. اونجا کوههایی بوده که در دسترس نبوده از Okay, so in the subtitle it says and passing of the any non-military ships from the Strait of Hormuz, still passing of the military boats from the Strait of Hormuz right now is forbidden. But the non-armed military boats, they can pass from the certain pathways with the permission of the IRGC. And on this one it says پیوند مستحکم تاریخی. من می‌خواستم به این کلید واژه برسونم که این چیزی and they say یک پیوند مستحکم تاریخیه. the passage of non-armed non-military boats from the Strait of Hormuz without the talking to IRGC is not allowed.
در واقع اون تاریخی که اشاره کردید، تاریخ طولانی که اشاره کردید، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام و سده‌های اخیر، باید بگیم که الان یک But basically they're saying the military ships are not allowed to pass by in the Strait of Hormuz, but the only ships that are allowed to, they are the non-military ones that they can pass through the Strait of Hormuz, which in that case they still have to pass from a certain area of the Strait of Hormuz, and also they have to call IRGC, and they can give them permission. They say it that way. They're trying to say like, oh yeah, we are tough. We are letting them know, from what passage they should pass by, الان کاری به لبنان نداشته باشه، برنامه همینه که یکی همه رو سرکوب کنه بیاد سراغ بعدی. یک به یک کنار میزنن، حذف میکنن قدرت رو تا همه رو هدم کنن. و این که ما الان امروز از لبنان داریم به شدت حمایت میکنیم. He's saying the reason we are supporting Lebanon. یک تصمیمیه که هم محور مقاومت رو تضمین میکنه هم ایران. This is the decision that it is going to support Iran and our regime. هم در افکار عمومی منطقه تأثیر میذاره به این جهت که قدرت ایران رو درک میکنن، مخصوصا در لبنان. He's saying like it's going to affect the whole region because now they're going to see who is the power. They're going to understand we are so powerful. اون چنگیزی که عرض کردم، چنگیز زمان رو عقب بزنن. خیلی متشکرم جناب آقای جعفر حسنخانی، سیاست‌پژوه و مدرس دانشگاه که مهمان ویژه برنامه جنگ تحمیلی سوم از پخش شبکه خبر بودند. یک مرور سریعی داشتیم در این گفتگو نسبت به ابعاد مختلف جنگ تحمیلی سوم، اهدافی که دشمن از آغاز این جنگ دنبال می‌کرد و در ادامه هم موضوع آتش‌بس در لبنان و تأثیرات اون رو بر تحولات منطقه بررسی کردیم. بیننده ادامه برنامه. He's saying that we analyzed the ceasefire in Lebanon, and I mean, in my opinion, what kind of ceasefire is that when they already killed 2,000 people? They just killed 2,000 people and they say like, okay, now we should do a ceasefire. I don't think Israel is going to do a ceasefire. He just kills people and then they be like, yeah, we just... Yeah. تنگه هرمز موقتا آزاد شد. دقایقی قبل یک مقام ارشد نظامی اعلام کرد تردد شناورهای نظامی از تنگه هرمز کماکان ممنوع است. بر این اساس صرفاً Yeah, he's saying the Strait of Hormuz is open temporarily. میتوانند تردد کنند. این مقام ارشد نظامی تاکید کرد تردد شناورهای غیر نظامی هم در تنگه هرمز بدون هماهنگی با نیروی دریایی سپاه ممکن نیست و آنها باید فقط از مسیر تعیین شده Yeah, he's saying even the non-armed non-military asset, they still have to contact IRGC if they want to pass by the if they want to pass the Strait of Hormuz. همزمان در اجتماعات سراسر کشور اقامه خواهد شد. برگزاری نماز استغاثه به امام زمان در اجتماعات مردمی در سراسر خیابان‌های ایران اسلامی هر هفته جمعه ها تا پایان دفاع. And this is a very important thing that he's saying. Because right now he's saying they should they're doing pray in the street every night. So every right now he's talking about Gaza and some of that. So yeah, the reason it is very important, it's because right now he asked like people to come out to the street and do a pray in the street, like usually like the supporters, IRGC supporters, or and it's very important because in a lot of Western countries a lot of people do the same thing, which shows what dominance. و تبعیت از امام امت اعلام می‌دارند.
جان